فرکنه تو دروازه کارو شروع کردن. حمید بوهمدان، ساسان انصاری، موسی کولیبالی، محمد علی نژاد، شاهین تگری فولاد. بعد از جدایی ایگناسیو مارتینز اسپانیایی اونقدر 9 گل زده و ضعیف‌ترین خط حمله لیگ برتر رو داره، مجبور شد بره سراغ شینبا و اونو 19 امتیاز در جایگاه 12ام. عبدالکریم حسن، سروش رفیعی، ما تو مبهوت دارن بازی دنبال میکنن هواداره پرسپولیس، چه تو ورزشگاه دوربینی که تصاویری در حد تصاویر اروپایی و لیگ قهرمانان اروپا رو ثبت میکنه. هر شکست برگرد. 2 گلی که مرتضی پورعلی گنجی و یاسین سلمانی زدن و بعد از اون رباط صلیبی پاره کردن سمت چپ. یه ارسال، فرصت است برای پرسپولیس، یا از دست دادن. ببینیم فرار از تله آفساید گیری مدافعان فولاد. این ارسال دیدنی و مهدی ترابی بود که نتونست دروازه رو باز کنه، البته که مزاحمت هم ایجاد کرد. توپو میبره سمت چپ برای عبدالکریم حسن. پرسپولیس انصافا خوب بازی کرده و بدشانس بوده که باعث میشه هیچ تصویری ثبت نشه و فقط آقای زیاری رو ببینیم، چون با اشتباه مهلک او بود که گل خورد. استون گلر پرسپولیسیا شمس آذرم تو وقتای اضافه 2-0 پیش هسته از آلومینیوم عراق. عبدالکریم حسن حرکتش رو شروع کرده، یه نگاه، یه پاس رو بیرانوند. شروع ضد حمله برای پرسپولیسیا. عبدالکریم حسن سمت چپ، یه ارسال زمینی، مهدی ترابی، موقعیت هست برای سمت راست. محمد حسین کنانی زادگان، یه نگاه، یه ارسال، موقعیت هست و آفساید عبدالکریم حسن اعلام شد. توپ رفت تو گل اما آفساید عبدالکریم حسن اعلام شد. صحنه آهسته رو ببینیم. این ارسال مشکوک بود، خیلی مشکوک بود. فرشاد فرجی، یه پاس رو به جلو از عبدالکریم حسن برای این توکلی. ارسال بلندش، یه لحظه علی شجاعی میرفت که فرار کنه از صد مدافعان پرسپولیس. کنه سمت چپ عبدالکریم حسن، عیسی آل کثیر، احسان پهلوان، عبدالکریم حسن برد پشت سر بگذاره در مقابل تراکتور و زباهن. کلی موقعیت داشتیم جلوی زباهن که فقط یکیش تبدیل به گل شد. موقعیت عبدالکریم حسن، یه پاس عزم عبدالکریم، یه سانتر خوب به روی دروازه اونجا. اسد بیگی، بازم حسن، یه ضربه راه دور که اونجا توپو بعدشون نمیاد که کارو به وقت اضافه ببرن، هرچند که الان بازی رو باز میکنه، میبره به سمت چپ. عبدالکریم حسن، یه پاس رو به جلوی عبدالکریم حسن، یه پاس خطرناک و قفل دروازه شکسته شد. خیلی سریع بگم که بیرانوند، فرجی، کنانی، ترابی، اسماعیلی فر، امیری، خدا. عبدالکریم حسن چقدر خوب اومد توپو گرفت. موقعیت برای اینجا با هم ببینیم. عبدالکریم حسن اومد و توپو گرفت، از خودش نشون میده تو این بازی. کنم اولین ضربه تو چارچوبه که به زحمت این اتفاق میفته. عبدالکریم حسن صبر میکنه تا اورونوف از آفساید خارج شه. عبدالکریم حسن جیک میاره رو پای راستش، حالا ارسال انجام میده که اینور عبدالکریم حسن توپو راحت در اختیار میگیره. سعید صادقی نکرده، تاجیک، یه پاس خطرناک، موقعیت بر تیم نفت. اینور حدادی فضای خوبی داره، حالا صاحب توپ میشه و بازم مثل یه کوه محکم. نعمتی هم آسیب دیدگیش جدی بود، هم
به هر حال تا امیررضا رفیعی به مشکل بخوره. فعلا شب آرامی. خود قریشی یه پاس بلند، رفیعی سمت چپ، عبدالکریم حسن رو به جلو حرکت میکنه، یه ارسال بلند روی تیر دو، موقعیت برای امید عالیشاه. ارسالش خیلی خوب بود عبدالکریم حسن، هم کنترلش خوب بود هم ارسالش. شاید عالیشاه هم فکرش نمیکرد به این راحتی توپش برسه و موقعیت از دست رفت برای پرس. امید حسن از سمت چپ، عالیشاه حسن، سروش رفیعی، حسن در موقعیت ارسال، پاس عرضی اورانوف، حسن، عبدالکریم حسن پیشروی میکنه، خود حسن پاس عرضی و توپا دور اعلام میشه. چاپرادزه میاد توپا پرتاب کنه، یه پاس مهداد رضایی کنترلش خوب نیست، رو به عقب رفیعی